روشکی پشتی کریار چکداریت امریکی و رسمی لعراق بدمای هاتین، جگیر سروک امریکا جو بایدن دست بکرنا برپسیاریانی یا حزب امریکا لعراق راگهاند. کریار آزادی عراق بدمایی هات لی پیوندی آمریکا لگل عراق دی بردوان بیت بدست بکرنا کریار نویا افرو بناوه کریار روژانو. لشکر امریکا لدو سال بوری 411 بنگه لعراق داعی خستن. لی نوتو 4 بنگه ها دهیلت که گلک لوان بنگهت بچوکن. و که پشکک جه کریار روژانی لوان بنگه ها شیردوانت امریکی ده حزت عراقی هینو فرکن. کمتر جه 5000 سرباز یتماین. اوی سال 2007 نوتو 2000 سرباز امریکی جه عراقی هاتینه وکیشان. جهگیر سروک امریکا بایدن روژا دوشنبی چه عراقی دا عراقی پیشراست کرد که امریکا وان ناهلت. روژا سهشنبی دگل جهگیر سروک عراقی عادل عبدالمهدی و اندام توالبندی عراقیه که سنی پیشتاوانوان دکن کن بو. اوه هل بشارتن تایواسی آداره عراق نشیه حکومت که هوالبند پک بیند. سروک وزیر بر آیت علاوی سروک هوالبندی عراقیه گود آن سر بناغت هوالبندی و پیکات نوان اجتماعی دانستاندن کرد. سواء على صعيد المصالحة الوطنية أو على صعيد الخروج. ما دقالوی باس اجماره کا پرسا کرو هم ده بیر بون پرسد کومه باس کری تویه دقال همه پارتن دیجی باس بکن. كان هناك توافق في وجهة النظر. بایدن اینا بیرا آماده بیان که هرچند پاش روش سیاسی ندیاره لی جارکادی نازور نف پاش. پشتی او همه تشتی بسر عراقی هاتی ماهای لداخازو هیوین وان هیک و او بخود جیانا خوب ریو بنو بریار لسر پاشا روژا خوب دن و پاراسنا خوب دست خوب بگیرن از دوی باور دمه روژت رش و تاری یل پاش خو هیلاین. لسجادت بغداد بر سویا تکل بو. وسام سامی اندازیاره او دوی باور دایه که دمک باش نینه با چانا امریکا. دبیجت حیثت عراق نشن دست دار پاراسنه دست خوب بگیرن. او نشن دستو داره پاراستنه بدست خوبه بگنش برگو وان پیتوی به هزو دستالات و فربون و شارزایی هیا وان پیتوی به گلک تشتاه زاید ناظم و نگیره دبیجت نوکه دمک جه خدایه با چانا امریکا. بدیت نامن دمک زور باشه بو وکشانا امریکای جبرکو هکه او بمینن آلوسکاری دیزده تر بن. ریو رسمت گوهرین قمانداریه نشانه که با گوهرین کامازن در باز در وی امریکا دا. در سال 2003 سروک جورج دبلیو بوش فرمان دا حزب امریکی دا عراق داگیر بکن. بوی حجته که دیکتاتور عراق صدام حسین چکت ویرانکاری گشتی هبون. لی هشت او چک نهاتینه دیتن. اول راپورتش پیش که کردی دنگی امریکا هاتا بالا.